ورزشی در عید نوروز، در رشد انکشاف هر یک ملت و خلقیت موقع و جایگاه خاص دارند. چاوان بازی زیاده از 3000 سال بازی پورای تاجیکان بوده. اون مردم آریایی اصلا با این بازی میکردن. همه جهت در بازی‌هایی که در فرهنگ مردم تاجیک جای دارند، آب و تاب جسم، بدن، ذهن، همه چیز در جای اول میذارند. از گذرانیدن این بازی‌های ملی ما چی میگیریم؟ بیشتری بازی‌های ملی ورزشی تاریخاً به جشنگیری نوروز ربط دارند. خود جشن نوروز اصلاً یکی از قدیمترین جشن‌های روی زمین به شمار رفته، نه تنها رمز بیدارشوی طبیعت، آغاز کشت و کار، بلکه وقت پاک شدن قلب‌ها و آغاز زندگی نو است. نوروز عید احیای طبیعت بوده همچون جشن سال نو نیز شناخته می شود. تاریخ تشکل نوروز تقریباً زیاده از 3000 سال قبل را تشکیل داده. این جشن با احیا گردیدن طبیعت در بهاران فرا می رسد. واژه نوروز از فارسی میانه برگرفته معنای روز نو را دارد. مطابق تقویم اجدادی و نظام حرکت سیاره ها 21 مارس شب و روز برابر شده روز اول بهار، روز کشت و کار دهقان نیز به شمار می رود. ببینید وقتی که ما با صحیفه های ادبیات نظر می افکنیم، در حال درک می کنیم که از رودکی سر کرده تا به امروز تمام شاعران، تمام مردان بزرگی سخنور همین 4 جشن ما رو، یعنی نوروز و مهرگان و سده و تیرگان ما رو با یک مهارتی بلندی شاعری، با یک مهارتی بلندی سخنوری در اشعارشون درج کردن. مثلا یک شعری نازنینی رودکی را میگیریم: آمد بهار خرم و با رنگ روی طیب، با 100,000 زینت و آرایشی عجیب. در کتاب نوروزنامه عمر خیام درباره پیدایش جشن نوروز و آداب آن چنین نوشته شده است: و چون جمشید آن روز را دریافت، نوروز نام نهاد و جشن و آیینش آورد. و پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان بدو اقتدا کردند. البته وقتی که ما به تاریخ و تمدن جشن نوروز نظر می افکنیم، از ابوریحان بیرونی سر کرده تا همون عمر خیام، نوروزنامه عمر خیام تنها درباره تمام انعنه‌های و عرف و عادت و همین بازی‌های شوق‌آوری که در همین جشن اجرا کرده می شوند سخن راندند. و البته بیرونی نوروز رو این پیشانی سری سال نامید. در نوروزنامه عمر خیام باشد، تمام آن زیباگی های طبیعت از همون گیاه هایی که از پیوند جسد هیچ زمین می رویند در آنجا معنیداد کرده شد. در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان، نوروز همچون میراث فرهنگ ملی و جشن مقدس نیاگان مضمون و شکوه تازه پیدا کرد و در مسیر تاریخ معاصر الکی مقام جهانی گرفت. برای جهانی شوی نوروز سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به نهایت بزرگ است. با تلاش های همه‌جانبه پیشوای ملت، 30 سپتامبر سال 2009 نوروز از جانب یونسکو به فهرست یادگاری غیرمادی فرهنگی بشریت داخل کرده شد و 19 فوریه سال 2010 باشد در اجلاسیه 64 از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز بین المللی نوروز اعلان گردیده. این جشن بزرگ تاریخ نیاگان در سراسر جهان با یک شهامت خاصه تجلیل می گردد. در تاریخ 1000 ساله این جشن عنعنه‌های زیاد موقع خود را پیدا کردند و برگزاری بازی‌های ملی ورزشی از زمره این سنت‌های خاصه نیاگان محسوب می‌شوند.
مردم تاجیک از ازل بازی‌های ملی ورزشی خود را داشته است و این بازی‌ها اصلاً زمان جشن‌های ملی مهرگان، نوروز، سده و تیرگان به طور نظررس دایر می‌شدند. ای بال و پری آزاد نوروز مبارک باد، ای صبح دل آباد نوروز مبارک باد. افسانه شیرین را این هستی شیرین را بر روی شما بگشاد نوروز مبارک باد. محض همین باعث گردید که نمودهای گوناگون بازی‌های ملی ورزشی در صحیفه‌های تاریخ ملت به روشنی انعکاس یافتند. تمام این نمودهای بازی‌هایی که مثلا وجود دارند، مثلا اسب تازی، دویدن، پریدن، به بلندی پریدن، از بلندی پایین شدن، همه این تیاری به عید نوروز است. یعنی همین مساعدت میکند که مردم و عید نوروز با قوت و بازوی با قوت برای کشتیگیری است و برای اسب دوانی است، برای دیگر نمودهای بازی ها مثلا اجرا کردن دیگر نمودهای بازی ها کوشش میکنن، یعنی تیاری میبینن و این اصلا از عید سده سر میشود. یک حکایه هم است که مثلا خود هوشنگ پهلوان وقتی که به شکار میبراید، در شکار مورد از پیش رهش پیدا میشد و یک سنگ رو حواله میتید طرف این مور و آتش پیدا می شود و یعنی که آتش این مهر است، گرمی هست. این گرمی هست که همین افسانه یا یکی فسانه تا امروز در بین عید سده و نوروز وجود دارد و میگویند که تیاری بیشتر همین بازی های ورزشی، تیاری مثلا مردم از سده سر شده تا نوروز تیاری به خودی پهلوانی، میدانداری و گوشتینگیری هست که این در اثر بیزوال شاهنامه فردوسی ثبت گردیده است. با تکیه به معلومات و آثارهای گرانبهای تاریخی خلق فارس و تاجیک می توان گفت که گوشتین ملی تاجیکی میان مردم ما در مسیر هزار ساله ها چون یکی از معمول ترین بازی های ملی ورزشی معروف و مشهور بوده همچنان باقی مانده است. بازی های ورزشی اصلا نمودهای خیلی گوناگون دارند و از همه بازی، یعنی که مادری تمام بازی های ورزشی این گوشتینگیری است. گوشتینگیری است که دیگر بازی های ورزشی وابسته و پیوسته به خود همین ارزش بزرگترینی که در بین بازی های ورزشی وجود دارد، این گوشتینی تاجیکی است. در فرهنگ مردم تاجیک حتما طبق آش میگذاشتن و پهلوانی که اومده در پهلوی نشسته دست دراز کرده آش خورد، حتما آماده است که با او زور آزمایی و قوا آزمایی کند و همین طبق امروز رمزی است. در اونجا آش نیست اما طبق خالی گذاشته می شود. یک نفر اومده در پهلوی میشیند، این معنی اون دارد که آماده است با او گوشتینگیری کند و این گوشتینگیری به خاطر کینه و عداوت نبود، به خاطر آزمودن قوا و بازوی خود و ننگ میدونست نفری که اگر در این سال باید تا سال دیگر باید که زورتر شود، قویتر شود و غالبی آزمون دونسته شود. البته گوشتینگیری هم تاریخی خیلی قدیمه دارد که مثلا در سرچشمه های خطی هم امروز آمده است که 4300 سال عمر دارد. در گروپایگان ایران هست این چیز 4300 سال عمر دارد و این تیاری بود انسان ها برای حمایه مرز بومی وطن خودشان مشق ورزی میکردند و یعنی گوشتین یک بازی ورزشی بود که مثلا بی سخن گفتن، بی گپ زدن، یعنی که هر کس قوا آزمایی میکرد و قابلیت خودش رو نشان داده میتوانست. از این نقطه نظر خب حالا آنکه مثال اگر با تاریخ گوشتین برگردیم، تاریخ خیلی قدیمه دارد که خودی این کلمه است که خودی همین واژه گوشتین هم از زبان سانسکریتی پیدا شده است، کوشتی است و دیگر در قریب که
قسمت زیادی زبانهای دنیا هم با همین نام یا با نامهای دیگر کمی تغییر یافته نشانرس شده است. اصلا مثلا کهنه‌ترین نام کشتی کستینگیری در بدخشان ما تا هنوز واقعا هست. در برابر گشتنگیری همچنین میان مردم تاجیک نمودهای دیگری بازی‌های ملی ورزشی از زمره کمانوری و تیراندازی، چوگان بازی و اسب سواری و بزکشی معروف بودند که زمان تجلیل جشن نوروز برگزاری مسابقه‌های معمولترین این نمودهای ورزشی را در کشور میتوان مشاهده نمود. در همین گونه بازی هایی که در عرفه جشن نوروز جشن گرفته می شوند، ما از بین چندین جوان پهلوان های اصیل را انتخاب می کنیم که امروز مثلا ملت تاجیک با پهلوانان ملتش افتخار میکنه در تمام دنیا که من ورزشکاران را در نظر دارم. امروز آنها بیرون از مرز تاجیکستان تمام عنعنه و عرف و عادت ملی ورزشی خود را که از جمله آنها گشتین، خب و دیگر نوعهای ورزش را معرفی کرده سزاوار جایهای نمایان گشتند. ملتی با فرهنگ تاجیک همچنین از زمانهای کوهن به بازیهای خرد ورزشی به مثال بندکشی، پیکانزنی، داربازی، ارغنچک بازی، وزنه‌برداری، بجل بازی، چلک دنگل، پنجک بازی، شطرنج بازی، دست خوابانک و بازیهای دیگری شوق‌آور ورزشی که شمارشان بیش از 500 عدد را تشکیل می‌دهد مشغول گردیدند. آهسته آهسته بعضی بازی‌های ملی از بین رفتن، فراموش شدن، بعضا بازی‌های نو پیدا شدن و نو وابسته به همه این مثلا زمانی که سخن درباره ورزش می رود، زمانی که سخن درباره خب بازی‌های ورزشی می رود، البته مردم تکیه میکند به اون بازی‌هایی که هوسمند هست، یعنی که نو وابسته از اونی که این بازی قبول همه هست یا نیست، یک قسمت مردم این بازی ها رو به خود قبول میکنند. از این رو اینها در شکل عموم نام گرفتن بازی های ورزشی. چلک دنگل هم از زمره بازی های شوق‌آور ورزشی است که تا حال هم در میان قشرهای معین جامعه معروفیت خویش را از دست نداده است. بازی چلک دنگل در منطقه های مختلف کشور همچنین با نام های لکک بازی، چلک قهری و لش بازی معروف است. با سرشوی فصل بهار تا همون آغازی رسیدن فصل موسم گرما یا تابستان این بازی همچون نوروزی شناخته میشد، اما چون کودکان در سردی های طاقت فرسای زمستان از خنکی و از برف دلگیر می شدند، کوشش میکردند که با همین فرار از نخستین فرصت آفتابی و تازه شدن میدانچه ها از همون برف حتما بازی چلیک دنگل را آغاز کنند. خب در ناحیه تاجیکستان این با نام های گوناگون شناخته می شود. مثلا در یک جا چلیک دنگل میگویند، در دیگر جا مثلا چلیک قهری میگویند، در دیگر جا لیکو دنگل میگویند، یعنی نامش مختلف است. شما تصور کنید که تا هنوز نمودی بازی چلیک دنگل در تمام گوشه و کنار کشورمان رایج است و مردم از این البته دست نکشیده اند تا امروز. لنکه بازی نمودی دیگری از بازی‌های ملی ورزشی است که تا امروز در روستاهای دوردست مملکت و دهه‌های مختلف میان جوانان و نورسان معروف است. لنکه بازی مثلا در خطای در همین شب روز مثلا در خطای خیلی چمپیونات های خیلی شهری تشکیل می شود، اما در ما این از قدیم الایام بود. مثلا ما و شما می دونیم که در پوست یک سرب رو می چسبونند و وزن می گیرد و این بازی هست که مثلا بیشتر خیلی همین دست و بیشتر پای های انسان انکشاف می یابند، یعنی مثلا چپ و راست زدن، مثلا با طرز قفا گشته توپ چی لنکه را زدن، این هم یک نمودی ورزش خیلی پیشرفته اصلا برای نفرانی که با پای سخت‌تر کار میکنن، مثلا گوشتینگیری میکنن و بازی های مثلا شرقی
توجهی زیاد دارند، کراته میگیرن، بازی میکنن، پلانکا بازی یکی از عامل‌های اساسی انکشاف یافتنی مثلا پایه‌های بچه‌ها هست به شمار می‌رود و امروز در شهرها در شهرهای ما و شما کمتر به نظر میرسد، اما مثلا در دهات خیلی سخت انکشاف یافته است، خصوصا در وقتی از زمین برف میخیزد و مثلا زمین مثلا گرمی مثلا نمی زمین رو میپرتاید، در همین وقت مثلا لانکا بازی خیلی خروج می‌آورد. این دور و دراز نمیرد، یک ماه یک نیم ماه دوام میکند، باز گرم میشد، با مردم از این دست میکشد. همچنین میتوان از بازی شاهمات یادآوری نمود که از نمودهای قدیمترین بازی‌های ورزشی دانسته شده، دلیل‌های تاریخی ثابتگری آنند که مردم تاجیک از ازل شاهمات باز بوده‌اند. مکان پیدایش این نوع بازی اگر هندوستان باشد، ولی در ترویج و رشد و رونق دادن این بازی خصوصا فارس ها نیز سهم گذارند و ذکر شاهمات در اثر بیزوال حکیم فردوسی نیز ذکر گردیده است. باید گفت که در جمهوری تاجیکستان نیز بازیافت‌های در نتیجه حفریات‌های باستانشناسی به دست آمدند که دلیل از رشد و رونق بازی شاهمات در حدود امروزه تاجیکستان میباشد و دلیل این گفته‌ها بازیافت دانای شاهمات از یکی از موضع‌های خیلی هم مهم تاریخی نیاگان ما این از بازیافت از قصر هولبوگ میباشد و امروز خوشبختانه این دانای شاهمات که از سفال ساخته شده است و آن با تصویر فیل تجسم یافته است، امروز در تالار الهیده که به دولتداری سامانیان و تاریخ و فرهنگ زمان سامانیان در آثارخانه ملی بخشیده شده است، در گوشه الهیده به معرض تماشا گذاشته شده است. وقتی نظر به تاریخ کهن میکنیم، باید اشاره نمود که چوگان بازی چون یکی از نمودهای ورزشی قدیمترین آریایی ها شناخته می شود. در اول چوگان بازی با اسب صورت گرفته، ورزشگران سواری اسب به میدان می برآمدند و این نمود ورزش خاص شاهان و شاهزادگان بود. بدتر این بازی در روی خاک و در روی میسه نیز گذرانیده می شد. این نمود ورزش بیشتر در عیدهای نوروز، مهرگان و جشنهای عروسی و ختنه زود برگزار می شدند. چوگان بازی زیاده از 3000 سال بازی پورای تاجیکان بوده. اون مردم آریایی اصلا با این بازی میکردن. در چوگان بازی اصلا دو نمودی چوگان بازی بود. اصلا اسبابی که با اون چوگان بازی میکردن، این یک چوب بود که قسم پایانیش در کج کرده شده بود و گوی را که این زنها و مادران ما از پشم گوسفند، گاو، از پشم بز تیار میکردن، توپچه برین آنها بازی میکردن. همچنین در دوره همون پیشن، در دوره هخامنشیان، اشکانیان، در دوره سلطان محمود، در دوره خود خسرو پرویز نیز بسیار چوگان بازی را قدر میکردند. نقلی است که در وقتی که چوگان بازی باقی میرسد، برای بازی خوب خسرو پرویز و خزینه‌دار خود را سپارش میدهد که با یک چوگان باز 400,000 روپیه تحفه کنند. فرهنگ کهن تاجیکانه همزمان نمودهای مخصوص بازی‌های ملی ورزشی در خود دارد که صرف برای بانوان هستند. این چونین دیگر نمود بازی‌های ملی تاجیکی هست که نسبت به این بیشتر زنها رو می‌آورند. به مثال سنگچه بازی رشته ورزش هست که دختران بیشتر در اون شرکت می‌ورزند. با مثلا اگر گیریم در بین نورسان بیشتر در مؤسسه تحصیلات میانه امروز ها ما دیده میتوانیم که پیش از جشن نوروز در تمام سراسر جمهوری در مؤسسه تحصیلات میانه بین دختران و پسران مسابقه ورزیده می شود. در کمانوری باشد اسباب اساسی این نوع ورزش کمان محسوب می شود که آن را از چوب خمیده ابرو شکل وضح می سازند.
چوب خمیده را از درختان زربید، بید، سنجید یا گاز ساخته دو نوع آن را با استخوان یا فلزات رنگ آرا می دادند. زه کمان را از رسمان ابریشم یا روده حیوانات خانگی آماده می کردند. برگزاری مسابقه از نمود این بازی ها وقت جشن‌های نوروز در برابر داشتن هدف‌های احیاکارانه و پیشگیری از بین رفتن آنها همچنین خصوصیت‌های دیگر نیز دارد. همه جهت در بازی‌هایی که در فرهنگ مردم تاجیک جای دارند، آب و تاب جسم، بدن، ذهن، همه چیز در جای اول میسازد. چی در بازی بندکشی، چی در بازی چریک دنگل و چی در دیگر بازی‌های عنعنوی مردم تاجیک. و می‌سازد که احیای همین جشن‌هایی که امروز ها خیلی زیاد گردیده است در عرفه جشن نوروز، طبیعی است نسبت به اون بازی‌هایی که نسبت به یعنی احیا کردن چنین بازی‌ها امری واقعی است نسبت به اون بازی که مثلا توسط کامپیوتر، توسط تلفن‌های موبیلی ذهن کودک را خراب می‌کند. اصلا گیریم تمام نمودی همین ورزشی که در جشن‌های نوروز جشن گرفته می‌شود برای نسل نوروزی امروزه یک محفل تربیوی دارد، یک رکن احیای تربیوی دارد، چون در همین شعور ذهنی خوانندگان نسبت همین بازی‌های ورزشی ذهنشان تیز می‌گردد. همزمان میتوان از مسابقه های اسب دوانی گفت که از زمره سبقت‌های نوبتی جالب ورزشی بوده که در قسمت‌های مختلف آسیای میانه از جمله در تاجیکستان از قدیم الایام معمول و مشهور بود. پایگاه اسب سواری اصلا در جایهای هموار، در پیرهه‌های ایپادرام، پایگاه محدود، در پیرهه‌های دارای سدهای آسان گذر و مشکل گذر گذرانیده می شوند. در برابر نمودهای ورزشی اسب سواری و بزکشی، نمودهای دیگری بازی‌های ورزشی نیز وجود دارند که در حالت فراموشی قرار گرفتند. سوالی به میان می آید که از گذرانیدن این بازی های ملی ما چی میگیریم؟ مقصود چی است؟ مقصد از این گذراندن این بازی های ملی در چیست؟ مقصد یک چی است؟ یعنی که تومند کردن مردم است، به مردم خوشبختی و خوشنودی و سعادت و سلامتی عطا کردن است. البته این بازی ها از بین نمی روند و شاید یگان تیش از بین رود که خب جایش رو یک بازی دیگر عوض کند. شما تصور کنید که همون یک پاها پریده رفتن مثلا در ورزش امروزه گوسفندچینی شرک نام دارد، یعنی که او گم نشده است، اون هست. همه از مثلا بازی های عنعنوی ما و دیگر ملت و خلقیت ها گذشته رفته، با روس ها و با دیگر ها گذشته رفتن. اما بازی هایی هستند که مثلا تصور که اصلا یا به دو گروه تقسیم میشن. بازی هایی هستند که زنانه هستند و بازی هایی هستند که مردانه هستند. از این رو بیشتر از بین رفتن بازی های زنانه به چشم میرسه، مثلا قلیچه بازی یا که سنگچه پرتایی، اینها خیلی در شهرها از بین رفتن نیست دیگر. خب در دهات ماندن. اما محض با مقصد احیای بازی‌های ملی ورزشی و دیگر باره رو آوردن به نمودهای ورزش نیاگان، سالهای اخیر فستیوال بازی‌های ملی ورزشی نیز به طور همیشگی راه‌اندازی کرده می‌شوند. به اندیشه ما برای باز هم رواج و رونق دادن این نوع بازی ها و عمومی گردانی آنها در سرتاسر کشور باید متخصصان ساحوی، مخصوصا متخصصان پژوهشگاه علمی فرهنگ و اطلاعات نزد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و عموما متخصصانی که با این نوعهای ورزش یعنی تحقیق و پژوهش میگذرانند باید تحقیقات زیادی علمی را روی کار بیارند و مخصوصا چگونه که می‌بینید اکثر این نوع بازی ها امروز در روستاها، در دهه ها و در منطقه های کوهستان باقی مانده است و امروز متخصصان را ضرور است که اکسپدیسیه های مردم شناسی را روی کار بیارند و با اون منطقه های دوردست سفر نمایند
و با خود همون مردم کلانسالان منطقه ها صحبت آرایند و از همون انواع گوناگون ورزش های ملی که از نیاگان ما با ما باقی ماندند از نازکی ها از ویژگی های این نوع ورزش آگاه شوند و آنها را آمده روی قلم آورند به شکل مقاله های علمی، دستورهای صحابی به شکل کتاب ها و آن را در سطح جمهوری در عمل تطبیق نمایند. با شرافت وحدت و استقلالیت رو آوردیم به فرهنگ ملی. وقتی که ما رو آوردیم به فرهنگ ملی باید در نزد خود مقصد گذاشت که این بازی های ورزشی که من گفتم یک رکن اساسی فرهنگ ملی به حساب می رود، باید ما از پی اجرایشش باشیم. باید که همین گونه بازی هایی که به فرهنگ ما نزدیک هستند باید ما میراث به نسل بعدی نگذاریم. با روی کار گرفتن چنین اقدام‌های نجیب و تاریخی در سمت احیای بازی‌های ملی ورزشی اطمینان کامل می‌توان پیدا کرد که نمادهای ورزشی تاجیکانه احیا و به طور دائمی حفظ گردیده به نسل‌های بعدی انتقال خواهند یافت.